نه حدیثه میترسم، نه ویدیو میترسم، نه یگان چی دیگه. در کشاواز در نمیفیرم خودم گالی میشینم. آیا میدونید برای چی چنین زنان فاحشه و بد اخلاق از پرویز تیوی و حادثه تیوی نمیترسن؟ چون که حادثه تیوی و پرویز تیوی اینا را جزا نمیتیه، فقط شرمنده میکنه و نوارای بد اخلاقشون پهن میکنه. مقامات قدرتی هم کاملا چاره اینها را نمیبینن، اینها همین طور به جزا میمونن. قسم به الله که اگر اینها را جزا میدادن حالا تا این درجه زنهای تاجیک شرمندگی نمیکردن و ملت تاجیک شان و شرف زنهای تاجیک پست نمیکردن. جوان مردان تاجیک ایره یقین بدونه که وقت زنهای ملت فاسد شدن، نسل آینده هم فاسد می شود. از نسل ما دیگر انسانهای خوب و صالح نمی بروید. مقامات دخلدار وزارت فرهنگ باید پیش راه چنین بد اخلاقی ها را بگیرند، ورنه در پیشگاه الله جواب خواهند داد. اینها به مثل یک بیماری گذرنده هستند که به افراد جامعه سرایت میکنند، خصوصا جوانان را فاسد و بد اخلاق میکنند. شما را به خدا پیش راه چنین بد اخلاقی ها را بگیره.